روز شاه عزم شکار کرد و با جمع از نوکران به صحرا برآمد. هوای محلی شکار خوشباد و هوا بود. شاه از دیدن منظره های محیط اطراف حلاوت می برد. اثنای راه ناگهان چشم شاه به دو زاغ افتاد که بالای درخت نشسته بودند و با دیدن آدمان هر دو قرگویان، یکی به طرف راست و دیگری به طرف چپ پریده رفتند. پادشاه از دیدن این منظره از وزیر که مرد خردمند بود سوال کرد: کنی بگو وزیرم، زاغی به چپ رفته چی میگوید و زاغی به راست رفته چی؟ شاهم، مرا ببخشید، زبان حیوانها را نمیدونم و اگر فرصت دهید پاسخ این سوال را پیدا میکنم. پاسخ وزیر به پادشاه خوش نآمد. بنابراین با خشم خطاب کرد: با تو 3 روز مهلت. اگر جواب نیابی وزیر، من سرت را از تنت جدا میکنم. روز بیگاه شد. وزیر با طبع خیره به خانه‌اش برگشت و در صحن حولی خاطر پریشان نشسته ماند. وزیر دختری زیبا و برکمال داشت که در عقل و ذکاوت به همتا بود. هرگاهی که پدر از در وارد می شد او را با چهره خندان استقبال می کرد، ولی پدر را غمگین و خاطر پریشان دیده پرسان شد: چرا غمگین می نمایی پدر جان؟ شاه به من امر داد که از اجرای آن عاجزم. اون چی امر بوده است؟ با من قصه کنید. وزیر واقعه زاغها را با تفصیل به دختر نقل کرد. دختر نقل پدر را ذهن مانده گوش کرد و گفت: خواطر نشوید پدر جان، حل این مشکلی آسان است. چی خیلی آسان است؟ حکمت آن دو زاغ این است که زاغی به چپ پریده می گوید زنی قابیل مرد ناقابیل را قابیل می کند. زاغی به طرف راست پریده باشد می گوید که مرد قابیل زنی ناقابیل را قابیل کردن نمی تواند. وزیر از شنیدن سخنان دخترش خوشحال شد. از بین 3 روز گذشت و وزیر شاد و مسرور و دربار آمده خود را به خدمت شاه رساند. شاه که به عهد خود استوار بود از وزیر پرسان شد: خوش وزیر، جواب سوالم رو یافتی یا نه؟ وزیر در جواب آنچه از دخترش بله شنیده شاه. بود تکرار کرد. زاغی به چپ پریده میگوید که زنی قابیل مرد ناقابل را قابل میکند. زاغی به راست پریده میگوید که مرد قابل زنی ناقابل را قابل کردن نمیتواند. تو اگر این جواب رو میدونستی روزی اول پاسخ میدادی. کسی این جواب رو به تو گفته است. او رو به نزد من بیار. اگر او رو به نزد من نواری سرت رو از تنت جدا میکنم. وزیر ناعلاج رفته دخترش را به نزد شاه آورد. شاه از دختر پرسید: آیا تو مرد ناقابل را قابل کرده میتوانی؟ بله شاهم. خوش، این طور باشد میبینیم. شاه یک تنبلخانه داشت که پر از مردان تنبل و بی‌حوصله بود و آنها جز خوردن و خفتن کار را بهر خویش صلاح نمی‌دانستند. با امر شاه آن خانه را آتش زدند. همه از ترس جان خویش گریختند. تنها مرد با نام سلطان حسین که آنجا بود
از بی‌حوصلگی حتی از جایش نجنبید، ولی از ترس جان داد و فریاد میزد که او را از آفت نجات دهند. سلطان حسین چون تنبلترین مرد دنیا اعتراف کرده شد و با امر شاه این مرد را به دختر وزیر ازدواج کردند. با فرمان شاه نوکران هر دو را با کمی غذا دور از محیط شهر در یک جنگلی بی آدم برده پرداختند. با فرو رفتن آفتاب اطراف را تاریکی فرا گرفت. تنبل خوجه از چنین رنگ گرفتن کار ذره پروا نکرده همانا خواب می رفت. دختر گلخن افروخته نزد آن به اندیشه فرو رفت. روز دیگر دختر از آن نان و غذایی که با خود داشتند نان را گرفته پشت تنبل خوجه گذاشت و گفت گرسنگی ماندی، نان در پشتت، گرفته بخور. ولی تنبل خوجه به گپ دختر اهمیت نداد، لیکن آهسته آهسته گرسنگی حالت تنبل خوجه را به تنگ آورد و به زور به پهلو گشته نان را گرفته خورد. روز دیگر دختر نان را نسبت به روز اول دورتر گذاشت. سلطان حسین به زور شکم مالک رفته نان را گرفته خورد. روز سیوم دختر نان را بالای درخت گذاشته به تنبل خطاب کرد. نان ها انا در تنه درخت، گرسنگی ماندی، گرفته بخور. تنبل خوجه که چنین مناسبت را از دختر چشم داشت نبود، در ناچاری ماند. با گذشت اندک وقت گرسنگی به او اثر کرد و برای به دست آوردن نان تلاش کرد، ولی کوشش‌هایش نتیجه نداد. بالاخره وی دید که دختر سنگی را زیر پا گذاشته سیب را از شاخ درخت چیند. تنبل خوجه نیز از این عمل دختر عبرت گرفته به اطراف نگاه کرده چند سنگ را جمع آورد و روی هم گذاشت. نان را از تنه درخت گرفت و آن را خورد. روز چهارم تنبل خوجه باز نان طلب کرد. دختر شرط گذاشت. اگر نان خوردن خواهی رفته هیزم بیار تا که من برای تو نان پزم. تنبل خوجه ناعلاج شرط دختر را قبول کرد و رفته کمی هیزم آورده نزد دختر گذاشت و گفت آنا آوردم. برای نان پختن این کم است، رفته باز هیزم بیار. و تنبل خوجه از پی جمع آوری هیزم شد. آنا باز آوردم. این نوبت باز قدر هیزم آورده نزد دختر گذاشت. دختر
چند شاخه را روی دست گرفته به تنبل خوجه خطاب کرد. рафта ҳезумро ана ин тавр ҷамъ карда дарза карда биёр. بالاخره تنبل خوجه از روی گفته های دختر عمل نموده هر روز از جنگل با پشتارش 2 درزه هیزم می آورد. دختر یک درزهش را نان می پخت، درزه دیگر را ذخیره می کرد. با گذشت اندک وقت هیزم ذخیره شده را تنبل خوجه به بازار برده فروخت و نهایت با پولی جمع آمده خری خرید. هیزم کشی به شغل دائمی تنبل خوجه تبدیل یافت و آنها زندگیشان را از همین حساب پیش می بردند. با گذشت چند روز هیزم جمع آورده تنبل خوجه زیاد شد و دختر گفت ҳезумҳоро ба бозор бурда фурӯшу, ба ман риштаву сӯзан биёр. تنبل خوجه طبق گفته دختر عمل نموده به پولی هیزم به او رشته رنگه و سوزن آورد و دختر به دوختن تاقی شروع کرد. به همین شیوه زندگی آنها از پیشتره بهتر ادامه می یابد. روز تنبل خوجه سوار خر برای آوردن هیزم به جنگل رفت. در یک گوشه جنگل از خر پیاده شد و به هیزم جمع کنی مشغول شد. هنگام هیزم چینی ناگهان آواز غلاغله به گوشش رسید. او به اطراف نظر کرده دید که کمی دورتر از او دسته راهزنها گلخن افروخته دور آن نشسته سید را روی علو می‌پزند. چندی از آنها مشغول رقص و بازی بودند. تنبل خوجه از ترس پس سنگ پنهان شد. با گذشت چند وقت راهزنها آن مکان را ترک کردند. تنبل خوجه هیزم چینان به جای نشست آنها نزدیک شد و دید که از زیر خاکستر مایع زرحلی جاری شده لر بسته است. تنبل خوجه چند پاره آن را گرفته به همسرش آورده نشان داد و گفت ببین من چی افتم؟ دختر پاره های زرحلی را که طلا بودند گرفته به تنبل خوجه می гӯш گوید. кун, рафта ҳамаашро ҷамъ карда биёр. تنبل خوجه باز به جنگل رفت و همه طلاها را جمع کرده آورد و با مصلحت دختر آنها را برده در بازار فروخت و هر دو با پول آن قصری با شکوه بنیاد کردند. بار ба دختر бозор به биёр, تنبل خوجه گفت 7 дег харида биёр. шоҳро ба меҳмонӣ даъват мекунем. تنبل خوجه دیگ‌های فرموده دختر را آورد و شاه را نیز به مهمانی دعوت کرد. با امر دختر آشپزها طعام‌های گوناگون آماده کردند. شاه به قصر تشریف آورد. با دیدن قصری با شکوه شاه انگشت حیرت گزید. به این مناسبت در قصر دسترخوانی پر از ناز و نعمت آماده کرده بودند. шумо кистед ва ин меҳмоннавозӣ баҳри чист? шоҳам, ман ҳамон духтари вазирам ки марди ноқобилро қобил кардам. شاه با شنیدن سخن دختر انگشترینی را از انگشت خیش به در کرده به دختر داد و گفت дуруст гуфтӣ духтарам. зани хубу фармонбару порсо кунад марди дарвешеро подшоҳ.